با سلام اول که میخوایم خدمت شما شروع بکنیم از ارگان‌های حسی در مورد گوش هست که میخوایم این جلسه در موردش براتون مفصل توضیح بدیم. همونطور که می‌دونید گوش یک ارگان هستش و دستگاهی از بدن هستش که برای حس تعادل و حس شنوایی در واقع تخصص پیدا کرده و هر گوشی از 3 بخش تشکیل میشه. گوش خارجی که این قسمت هستش که شما دارین می‌بینید که موج صدا رو دریافت میکنه. گوش میانی اول گوش خارجی رو کامل بگیم که موج صدا رو دریافت میکنه و میرسونه به گوش میانی. این گوش میانی کاری که میکنه اینه که امواج صدا رو در واقع از خودش عبور میده و میرسونه به گوش داخلی که حالا این تا اینجا من گوش خارجی رو داریم میبینید که پرده سوماخ هستش. اینجا گوش میانی هست و گوش میانی هم امواج رو میرسونه به گوش داخلی که قسمت‌هایی هستش که دانه مجاری نیم دایره و قسمت حلزونی شکل هستش. خب گوش میانی گفتیم پس نقش انتقال دهنده صدا رو داره و گوش داخلی این امواجی که از گوش میانی بهش رسیده تبدیل میکنه به در واقع اون پیام عصبی و به مغز میره و تحلیل میشه که حالا به چه نحوی باید عمل بکنه. ساختار گوش بچه به این شکل هستش که من یه استایل دیگر رو بیارم براتون نشون بدم. اینه که از اول اگه بخوایم توضیح بدیم گوش خارجی که حالا این قسمت هستش از لانه گوش یا پینا تشکیل میشه یا اورکل که یک صفحه هستش که داریم میبینیم توی این قسمت و یک قضوف الاستیک با پوشش پوست رو داره که این پوست محکم بهش چسبیده و گفتیم که موج رو دریافت میکنه موج صدا رو و توسط مجرا انتقال میده به گوش میانی. امواج بچه وقتی که وارد این مجرای شنوایی خارجی ما میشن که یک کانال تو یعنی در واقع کانال دیگه حالا یه لوله شکل هستش و این کانال بچه چون ادامش پوست هستش و لاله گوش ما هم پوست هست و مطبقه سنگ فرشی اپیتلیوم پوسته، این قسمت هم اپیتلیومش مطبقه سنگ فرشی پوست هست و میاد این سری فولیکول های مویی که ممکنه روی تحت گوشمون باشه توی این قسمت هم هست امواج که داخل این قسمت پوستی شکل حرکت میکنن و در واقع میرن به سمت گوش میانی. این که گفتیم پس فولیکول های مو داره، غدد چربی یا سباسه داره و غدد عرق آپوکرین تغییر یافته یا سرومن رو هم توی این مجرای خارجی گوش ما داریم که حالا سرومن به شکل یک سری ترشحات هست که توی این قسمت دیده میشه که یک ماده مومی شکل میگن هست و یک سری پروتئین اسید چرب و کراتینوسیت سلول ریخته شده رو ما توی این قسمت میتونیم ببینیم که خاصیت حفاظتی داره و ضد میکروبی هم خاصیت رو براش ذکر کردم. این مجرا که گفتیم امواج رو منتقل میکنه در 1/3 خارجیش چون عضوی که زیر پوست گوش هست الاستیک هست، مجرای شنوایی خارجی هم در 1/3 اولش جنسش عضو الاستیک هست و در 2/3 داخلیش همونطور که داریم میبینید استخوانی هست، یعنی استخوان تمپورال در واقع بخش داخلیش رو میسازه و در انتهای داخلی این مجرا بچه می‌بینید یک پرده‌ای هستش که به اسم پرده سوماخ یا تیمپانیک ممبرین یا حالا پرده گوش یا ادرام گفته میشه و جنسش بافت همبند فیبرو الاستیک هست و از سمت خارج تبعیت اپیتلیوم رو داریم. اینجا مطبق سنگ فرشی بود پس اینجا هم مطبق سنگ فرشیه. در سمت داخل هم باز تبعیت اپیتلیومی رو داریم که توی این قسمت گوش میانی هست. اینجا هم اپیتلیوم در سمت داخلش حالت مکعبی ساده داره و اینکه وقتی که امواج میان از گوش خارجی حرکت میکنن به سمت پرده سوماخ میرن، این پرده امواج رو در واقع جمع آوری میکنه، موجب ارتعاشش میشه و انرژی رو به گوش میانی میرسونه. حالا گوش میانی بچه چه ساختاری رو داره؟ گوش میانی که حالا بعضی حفره سوماخی هم بهش میگن یا تیمپانیک کاویتی، یک فضا هستش که
در داخل استخوان تمپورال قرار داره و در جدار قدامیش اینجا بچه‌ها از طریق شیپور اوستاژ به حلق در ارتباطه و از طریق جدار خلفیش با فرات ماستوئیدی که پر از هوا هستن و توی استخوان تمپورال هستن در ارتباط هستش. پس این در مورد مجاورت‌های گوش میانی. توی گوش میانی بچه‌ها اپیتلیومش مکعبی ساده است. بر همین گفتیم که سطح داخلی پرده صماخ هم اپیتلیومش مکعبی ساده هست و زیرش خب یک لامینوپروپریای خیلی نازکی قرار میگیره. توی این قسمت بچه‌ها من قبل از اینکه خود گوش رو توضیح بدم، چون اپیتلیوم رو داره میگه شکل اوستاژ هم اولش مکعبی ساده است، بعد که به سمت حلق داره میره چون که اپیتلیوم تنفسی استخوانی مطبقه فاضله، قسمت داخلی شیپور اوستاژ هم استخوانی مطبقه خاضر هستش و این شیپور اوستاژ معمولا بسته است و در موقع بلع تا حدودی باز میشه و این حرکتش باعث ایجاد تعادل فشار هوا بین گوش میانی و فشار جذب میشه. توی گوش میانی بچه‌ها 2 تا پرده داریم. خب اول بگیم که این پرده صماخ با 3 تا استخوانچه در ارتباط هستن، چندخوشی، زمینی و رکابی. حالا این از قسمت استخوانی که در گوش میانی وجود داره و استخوان چندخوشی با پرده صماخ در ارتباط و استخوان رکابی که توی این قسمت داریم میبینید با این در جایی که پرده‌ای که الان می‌خوایم براتون صحبت کنیم در ارتباط. حالا اینا چجوری هستن بچه‌ها؟ میگیم که 2 تا پرده داریم یا دریچه داریم یا پنجره، حالا تو بعضی از کتابا میگن پنجره بیضی یا اوال و پنجره گرد یا راوند هستش که این قسمت بچه شما پنجره بیضی رو داریم میبینید و این قسمت پنجره گرد رو داریم میبینید و اینجا بچه قسمت حلزون هست که به صورت باز شده از گوش داخلی داره برای شما نشون میده و خود حلزون به این شکل هستش. وقتی باز میکنن فقط شما یک مرجع وسطش میبینید و 2 تا قسمت استخوان در بالا و پایینش هست که یک فضا وجود داره و حالا براتون کامل اینا رو توضیح میدیم. همونطور که بچه‌ها گفتیم 2 تا پنجره بیضی و گرد رو داریم که استخوانچه‌های گوش بهش وصل هستن و در واقع وقتی موج میاد از گوش خارجی مجرا، پرده صماخ، استخوانچه‌ها اثر استخوان رکابی که پنجره بیضی وصل هستش میاد موج انتقال پیدا میکنه از طریق این قسمت که بعد براتون توضیح میدیم توی حلزون بهش میگن قسمت وستیبولی و امواج میاد توی قسمت وسطی که به اسم مدیال هست، قسمت استال مدیا و بعد قسمت پایینی که حفره صماخی بهش میگن و بعد دوباره منتقل میشه از اینجا به پنجره گرد، یعنی امواج از اینجا خارج میشه. پس این کار دریچه بیضی و دریچه گرد هست. انگار بیضی اولش که موج میاد منتقل میشه و بعد دریچه گرد هستش که موج رو خارج میکنه. حالا گفتیم 3 تا استخوانچه توی این قسمت ما داریم که من ببینم اسلاید بعدین بهتره یا نه. بله اینجا استخوان‌های چکشی، سندانی و رکابی رو شما دارین توی این قسمت میبینید که در واقع به خاطر شکلشون به این اسم گذاشته شده و استخوان چکشی همونجور که گفتیم به پرده صماخ هست و استخوان رکابی به پرده بیضی وصل هستش یا پنجره بیضی، هر کدومش رو بگیم درست هست و این استخوانچه‌ها توسط مفاصل سینوئیال هم وصل هستن و اپیتلیوم سنگ‌فرشی ساده اون رو پوشید و اینکه 2 تا عضله اسکلتی بچه دقت بکنید، عضله کشنده پرده صماخ که تنسور تیمپانی گفته میشه و عضله رکابی هم به این استخوانچه‌ها متصله تا حرکتشون رو کنترل کنه. اما در مورد گوش داخلی بچه میخوایم صحبت بکنیم. اول به صورت کلی اینکه گوش داخلی که شامل کجا میشه، الان شامل این قسمت هایی میشه که شما دارید. اینجا میفست گوش میانی بود و اینجا گوش خارجی که حالا لاله گوش رو نداریم. گوش داخلی بخوایم صحبت بکنیم کاملا در داخل استخوان تمپورال قرار داره و یک مجموعه از فضاهاست بچه که به اسم لاویرنت استخوانی گفته میشه و درون لاویرنت استخوانی یه مجموعه از مجاری و اتاقک‌ها هستش که به اسم لاویرنت غشایی گفته میشه. حالا به چه نحوی هستش بچه؟ انگار که شما بیاین با گچ مثلا
یه شکل مجاری نیم دایره بچه اینجا این استخوان‌های یعنی این مجاری رو که به اسم مجاری نیم دایره گفته میشه و شکل استخوانی درست بکنید. بعد بیاین این رفت بدین به یک قسمت حلزونی شکل این قسمت رو کش و بعد یک لوله نازک مثلا یه حالت چجوری بگم یه شلنگ کوچیک رو بیارین از توی این رو رد کنیم. یعنی چی؟ یعنی بیاین و یک حالت لوله شکل رو اینجوری رد بکنید از توی استخوانچه های گوش، از توی مجاری نیم دایره و بعد از توی قسمت حلزونی هم رد بکنید. یعنی درسته که ما یک ماکت مثلا گچی داریم ولی در داخل اون ماکت گچی کاملا شکل خودش اومدیم یک لوله پلاستیکی رو رد کردیم که شکل اون رو به خودش بگیره. انگار که دو تا فضا رو توی این قسمت داریم. توی گوش بچه‌ها میگیم که حالا با توجه به این شکلی که ایجاد میشه میگیم که حفره هایی رو داریم که دو تا حفره‌ای که به هم مرتبط هستن بچه‌ها اینجا ببینید پس اینا شدن مجاری نیم دایره و اینجا حلزون هستش. حالا میگیم که دو تا حفره‌ای داریم که به هم وصل هستن اوتریکول و سافول که اوتریکول بچه‌ها نزدیک مجاری نیم دایره هست و سافول چسبیده به حلزون هستش. توی این قسمت شما داریم و خب اینم که خودش مجاری نیم دایره هستش و مجاری حلزونی هم که گفتیم به سافول بستیم و این قسمت ها بچه اوتریکول و سافول و مجاری نیم دایره دارای یه سری سلول حساس هستن که اسم سلول های مویی هستن که اسم خاصی گفته میشه. مثلا توی اوتریکول و سافول این سلول های مویی رو به اسم مافولا میگن و توی این مجاری نیم دایره سلول های مویی رو به اسم حالا یا جایی که سلول های مویی تجمع پیدا میکنن به اسم کریست آمپولاریس یا ستیقه آمپولی میگن و سلول های مویی که روی مجاری حلزونی رو بهتون میگیم روی جایی هستن به اسم اوزان فورتی سلول های مویی اون قسمت به اسم مارفیچ کورتی گفته میشن و اینجا در واقع صدا رو تشخیص میدیم توی مجاری حلزونی و توی بقیه قسمت هایی که گفتیم یعنی اون قسمت ها بیشتر حالت تعادل هست. توی گوش داخلی در واقع میگیم که انگار مجاری قشایی درون مجاری استخوانی قرار میگیرن و توسط اون احاطه میشن. خب جایی که اوتریکول و سافول هستن و ببینید این قسمت به اسم وستیبول گفته میشه که حالا اینجا این وستیبول هستش و اینم که اوتریکول، سافول و مجاری راینر یا رینر که در واقع میاد این دو قسمت رو به هم وصل میکنه. همینجا بچه ها من وارد قسمت های دیگه نشون ببینید امواج وقتی که از این استخوانچه رفاقی میاد به پنجره بیزی توی گوش میاد و برای حالا اینکه شنوایی منتقل بشه اینجوریه که ببینید فلش هایی که نشون داده از طریق پنجره بیزی میاد توی این قسمت که در واقع به اسم بخش دهلیزی هست و بعد میاد توی قسمتی که به اسم بخش میونی هست و بعد توی قسمتی که بخش سوماخی هست. دیگه حالا میشه گفت که این قسمت بالایی که وستیبول هست و پایین که سوماخی هست در رأس حلزون اگه باز بکنیم در سوراخ به اسم هلیکوترما به هم متصل هستن و دوباره موج از پنجره گرد یا بیزی میره بیرون توی این قسمت. خب حلزون رو گفتیم الان ساختار رو گفتیم اینکه الان یک مجرای گچی شکل به فرض خودمون که من مثال رو زدم و یک لوله پلاستیک رو داخلش بکنیم پس یک مجرای استخوانیه و درونش یک مجرای قشایی وجود داره و 35 میلیمتر طول داره وقتی که بازش بکنن و 2/3 دور یک محور استخوانی در واقع میچرخه وقتی که بسته بشه و اون محور استخوانیش رو به اسم مودیولوس میگن که توی مودیولوس عرق خونی هستش و اجسام سلولی عصب هشتم مغزی به عنوان گانگلیون حلزونی یا ماه‌پیچی رو ما تو اون قسمت وسط می‌بینیم که در جایگاه خودش در موردش توضیح میدیم. این که بچه‌ها ما رو میگیم ما فضاهای استخوانی داریم و توش فضاهای قشایی قرار میگیرن میخوایم ببینیم که داخل اینا چی هستش. در درون اون لابیرنت یا فضاهای استخوانی بچه‌ها مایعی هستش به اسم پریلمف که درون لابیرنت استخوانی رو پر میکنه و درون فضاهای قشایی ماده هستش به اسم آندولم. خب
آندولم ترکیبش چیه بچه‌ها؟ پتاسیم زیادی داره و سدیمش پایین هستش و در واقع توی قسمت‌های قشایی رو پر میکنه و نهایتاً هم به سینوس‌های وریدی سقط‌شانه تخلیه میشه. اما پریلنف بچه‌ها ساختارش چجوریه؟ میگن که ترکیبش مشابه مایع مغزی هستش و مایع خارج سلولی که توی اطراف همه سلول ها هستش، ولی پروتئینش خیلی کمه و از بافت پریوستوم ترشح میشه، البته رگ‌هایی که توی پریوستوم هستش و توسط مجرای پریلمفاتیک به فضای زیر عنکبوتی تخلیه میشه. و کارش چیه بچه‌ها؟ اینه که لابیرنت قشایی رو حفاظت میکنه این ماده و تفاوت یونی این دو ماده خیلی مهم هست برای عملکرد. مطلبی که الان میخوایم براتون صحبت بکنیم در مورد اوستیکول و ساپول هست که گفتیم فضای قشایی هستن که اپیتلیوم سنگ‌فرشی ساده توی اونها رو پوشونده، یعنی توی قسمت قشاییشون رو پوشونده و از طریق یه سری رشته‌های از جنس بافت حملن به پریوست استخوان گوشت وصل میشن که توی لابیرنت استخوان در واقع قرار میگیرن. حالا ماکولاهایی گفتیم تو دیواره اوستیکول و ساپول هستش که در واقع میشه بگیم سل‌های نورواپیتلیال حساس هستن که برای تعادل تخصص پیدا کردن و حالا در موردشون توضیح میدیم که سلول‌های مویی توی این قسمت ها قرار میگیرن. من حالا همین شکل رو بزرگ شدهش رو براتون نشون میدم. حتی قبل از اینکه من شکل سلولای مویی رو نشون بدم، حالا حواسم نبود که این اسلاید رو بهتون نشون بدم، شما دارین توی این قسمت در مورد ساختارهایی که الان براتون گفتم که مثلا ما میگیم که لابیرنت استخوانی داریم یا فضاهای استخوانی داریم و بعد لابیرنت قشایی داریم که چجوری یک فضاهای در واقع پوشیده شده با اپیتلیوم و داخلش هم آندولم که داخل اینو قرار میگیره و اینم دوباره مثلا اومده قسمت‌های رو شایشو بدون اون نشون داده. یعنی میخواد که چجوری این قسمت‌ها داخل هم قرار میگیرن، لابیرنت استخوانی و فضایی که داخلش هست و مایع آندولم فرم میکنه و به اسم لابیرنت قشایی گفته میشه که شما دارین توی این قسمت میبینید و هم حالتی که گفتیم انگار یک ماکت گچی رو درست بکنیم و بعد یک میله پلاستیک رو از توش رد بکنیم و فضاهایی که هست و کاملا از شکل هم دیگه تبعیت میکنه. در مورد سلول‌های مویی می‌خواستیم بگیم که توی ماکولا قرار دارن که به چه نحوی هستن. خب کار سلول‌های مویی بچه اینه که انگار انرژی مکانیکی رو به انرژی الکتریکی تبدیل میکنن و این سلول‌های مویی به صورت ردیفی قرار میگیرن توی این قسمت و یک اگه دقت کنین هر کدوم از این سلول‌ها مثلا روی این یک تمرکز بکنیم من شکل بعدیش هم میارم. سلول‌های مویش رو بخوایم دقت بکنیم این شکل رو اگه ببینیم یکی از سلول‌ها بزرگتر از همه هستش که به اسم سیلیوم سخت یا کینوسیلیوم گفته میشه، ولی بقیه این ها که به اسم استروسیلیا گفته میشن و حدودا 50 تا تقریبا هستن بعد این قرار میگیرن و به ترتیب افزایش قد یعنی یا کاهش قد اگه بخوایم از سمت بگیم، یعنی این کینوسیلیوم بزرگه و بقیه به ترتیب روی کنارش قرار بگیرن و در پایینشون هم بچه‌ها این سلول‌های مویی در قاعده‌شون میان و به یک قسمت غنی از اکتین وصل میشن که به اسم صفحه کوتیکولار گفته میشه و صفحه کوتیکولار باعث میشه که این ساختارها وقتی که مثلا در موقعیت غیر طبیعی خودشون قرار میگیرن یا سر حرکت میکنه بعد از این عملشون دوباره سر جای خودشون برگرده. پس این قسمت صفحه کوتیکولاره که جنسش اکتینی هستش. حالا برمیگردیم به اسلاید قبلی خودمون و ببینید پس این کینوسیلیوم و این هورمون‌های کوچیک‌تر هستن. این خود سلول‌های مویی، اینا سلول‌های ساپورتینگ، سلول‌هایی که حمایت کنندش هستن و اینم انتهای عصب هستش که به اینا وصل میشه و پیام رو به سمت مغز میبره. خب توی این قسمت بچه‌ها می‌خوایم بگیم که
این نوک اینکینوسلیوم ها و استروسیلیا ها در کجا قرار میگیرن؟ در لایه ضخیم و ژلاتینی که جنسش پروتئوگلیکانه و به اسم قشر اتولیتیک گفته میشه قرار دارن و در قسمت خارجی این قشر اتولیتیک که جنسش پروتئوگلیکانه بچه اینجا یک صفحه رو به اسم اتولیت گفته میشه، این سنگ گوشی اتوکونیا که چیه بچه ها؟ یه سری کریستال هستش که جنسش از کربنات کلسیم هستش. پس این مهم هست در مورد ساختار مولکول کینوسلیوم، استروسیلیا، صفحه اکتینی که در پایین قرار میگیره، این صفحه‌ای که حالت جنسش از پروتئوگلیکان هست توی این قسمت و شما دارید میبینید به اسم قشر اتولیتیک و خود اینم که کریستال های کربنات کلسیمی که به اسم اتولیت گفته میشه. همه سلولای مویی بچه‌ها که دارای سیناپس هستن یا حالا عصب بهشون وصل هستش و دو نوع سلول مویی داریم که توی این شکل بچه‌ها مشخص، اونی که انتهاشون گرده و اونایی که حالت استوانه‌ای دارن. اون خیلی فرق با هم نمی‌کنه که اینی که حالت گرده ببین بالاش هم نوشته تیپ 1 و تیپ 2 این استوانه‌ای شکل هستش. اونایی که تیپ 1 نوشته بچه‌ها حالت پایینشون کروی شکل هست و انگار که توسط کالیس احاطه میشن و انتهای عصب بهشون وصل میشه و سلولای نودوال که گفتیم حالت استوانه‌ای داره و کلاً از نظر ساختار دسته بندی میشن که تیپ 1 و تیپ 2 هست. خب سلولای حمایت کننده هم گفتیم که حمایت فیزیکی و ساختاری اینا به عهده داره. حالا این بچه بزرگ شده همون سلول های قسمت کینوسلیوم و استروسیلیای سلول های مویی هستش که من الان براتون توضیح میدم. همونطور که بچه میبینید توی قسمت استروسیلیوم و کینوسلیوم که این قسمت هستش ما این سری قسمت های بنفشه‌ای رو داریم میبینید که به اسم کانال های نت گفته میشه. این قسمت های رأسی و سری پروتئین هایی هم هستن که پروتئین های اتصالی که رأس اینا رو هم وصل میکنن، یعنی چیزی که باعث میشه وقتی کینوسلیوم حرکت کنه بقیه هم دنبالش حرکت کنن. همین پروتئین های رأسی هستش که توی این قسمت هست و اتصال دهنده رأسی که یا پروتئین های رأسی یعنی سه پروتئین های کاترین توشون هستن و میتونن در واقع همزمان با هم حرکت بکنن و این کانال هایی که بچه توی این قسمت هستن در نوع که اینها کانال های کاتیونی و پروتئین هایی هستن که توی انتقال مکانیکی الکتریکی نقش دارن به اسم کانال های مت گفته میشن که از همین اسمشون میاد و میتونن فعالیتی که در واقع حرکت حرکت این و یا استروسیلیا و کینوسلیوم بزنده رو به فعالیت الکتریکی توی سلول‌های مویی تبدیل بکنن. حرکت هم مجال این نفرتش که وقتی که این حالا کینوسلیوم حرکت میکنه و حرکت این سلول‌های استروسیلیا همجهت باشه با کینوسلیوم یه سری اتفاقات میفته. من ببینم اسلایدش رو اگه دارم براتون نشون بدم و اگه در خلاف جهت حرکت کینوسلیوم باشه یه سری واکنش دیگه ایجاد. خب متاسفانه بچه من اسلایدش رو پیدا نکردم ولی خب توی کتاب‌های جادوگیرای جدید تصویرش هست. حالا تونستم به مناسب کمی براتون میذارم. اینکه خب این کینوسلیوم هست و اینا استروسیلیا هستن و وقتی که حرکت در واقع باعث خم شدن این استروسیلیوم ها به سمت این کینوسلیوم بشه باعث میشه که یک کششی توی این اتصال نهادهای رأسی اتفاق بیفته، همشون بچه به یک سمت کج بشن. وقتی که به یک سمت برن باعث میشه یک کششی توی این اتصال نهادها ایجاد بشه که باعث باز شدن کانال های کاتیونی مجاور خودشون میشه و در نتیجه چی میشه بچه؟ خب اینجا مایع آندولنف دیگه پر از یون پتاسیم هستش و در نتیجه باعث ورود یون پتاسیم به داخل این سلول ها میشه و باعث میشه که سلول دپولاریزه بشه. پس خم شدن اینا به سمت این کینوسلیوم باعث باز شدن کانال های پتاسیم میشه. پتاسیم کجاست؟ اینجا مایع آندولنف پر از پتاسیم و پتاسیم از طریق این دریچه‌ها که گفتیم دریچه‌های نفرت میاد داخل سلول‌های مویی و
سلول رو دپولاریزه میکنه و وقتی که دپولاریزه میشه بچه این سلول ها توی قسمت پایین حالا مثلا از اینجا وارد میشه، اینا به این وصله دیگه دوست پلاس میشن. یه سری کانال های کلسیومی ما توی این قسمت داریم که باعث میشه این کانال های کلسیومی باز بشن، کلسیومی وارد سلول بشه و باعث میشه که حالا نوروترانسمیتر از این قسمت آزاد بشه و در واقع پیام به این عصب برسه و به سمت نفس بره. و حالا اگه حرکت در جهت مخالف باشه، مخالف یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی که مثلا کینوستریوم اینجاست ولی این استروسیلیا حرکتمون این سمتی بشه. خب کینوستریوم هم با همزمان با اونو مجبوره که به اون سمت حرکت بکنه، یعنی حرکت تو جهت مخالف قبل اتفاق بیفته. خب چی اتفاقی میفته وقتی که حرکت در جهت مخالف یا دور شدن از کینوسیلیوم باشه؟ این اتصال درمانی رستی سوس میشن و باعث میشه که این کانال‌های پتاسیمی که اینجا وجود داشتن بسته بشه. خب به تبع کلسیمی هم از اینجا وارد نمیشه و پیامی هم سمت مغز میره و هایپرپولاریزاسیون و در واقع کاهش آزادسازی نوروترانسمیتر رو ما توی این قسمت داریم. پس این مکانیسم سلول‌های عمومی هستش. اما در مورد این شکل بچه بگیم که این تصویر میکروسکوپ الکترونی هستش از بلورهای که از جنس کربنات کلسیم گفتیم که روی سطح سلول‌های مافولا که توی اوتیکول و توی سافول بودن ما میتونستیم ببینیم. متن مجاری نیم دایره رو میخوایم شروع بکنیم که 3 تا مجرا هستن، از دیواره اوتیکول به سمت بیرون میان و در زاویه تقریبا میشه گفت که 90 درجه نسبت به هم قرار میگیرن و هر مجرا یک انتهای برجسته داره به اسم سیتیک آمپولی یا کیستا آمپولالیس که از نظر بافت‌شناسی شبیه مافولا هستن و لایه پروتئوگلیکان روی این قسمت بچه‌ها به اسم کوپولا هستش و اینکه اتولیت رو ندارن، شن‌هایی که سنگ‌هایی که از جنس کربنات کلسیم هست رو ندارن و سلول‌های مویی توی این قسمت هم هستن و حالا بقیه قسمت ها که من توی اسلاید بعد براتون توضیح. این اسلاید من هست بچه‌ها که حالا می‌خوایم توی قسمت‌های مختلف براتون بگیم. توی مجاری نیم دایره پس گفتیم که در واقع ما اون ساختاری که توی اون قسمت هست یعنی توی مافولا هست رو نداریم. اون الان این شکل مافولاست و این سیتیک آمپولی سلولای مویی توی مجاری نیم دایره. سلولای مویی نوعی 1 و 2 رو داریم که توی این قسمت الان بزرگترش رو می‌بینید، ولی توی این فضا ما قشر اتولیت رو نداریم و این تفاوتشون هستش و اینکه قسمت بالای این سلولای مویی تحت عنوان کوپولا گفته میشه. ببینید بچه‌ها اگه این قسمت قشایش رو در نظر بگیریم که مایع آندولن توش هست، این از یک سمت تا سمت دیگه این کوپولا در واقع امتداد داره توی مجرای نیم دایره و این سلول‌های مویی حرکات چرخشی سر بچه‌ها تشخیص میدن و با حرکت اندولم در واقع میتونن حرکت سلول‌های مویی رو باعث بشن و در واقع باعث بشن که اون حرکت چرخش سر اون وضعیت تعادلی با توجه به پیام‌هایی که توی مغز میره احساس بشه و در واقع حس تعادل رو برای فرد ایجاد بکنن و میگن که چرخش سر میتونه باعث دپولاریزاسیون سلول‌های مویی توی این قسمت بشه و و حالا مثلا توی یک سمت بشه. من حالا فکر کنم اسلاید رو داشته باشم که فکر کنم سیو نشد بچه‌ها که چجوری حرکت سر باعث چرخش این سلول‌های مویی میشه و چرخش سر باعث حرکت سلول‌های مویی میشه و پیام سمت مغز میره و باعث میشه که حس تعادل رو در واقع ما داشته باشیم. این اثری که بچه‌ها مجاری نیم دایره میره که در واقع حس تعادل رو دریافت میکنه حسای وستیبولار توی CNS هستن و اونجا در واقع با اون پیامی که از دستگاه عضلانی اسکلتی ما اومده و حالا در واقع باعث تعادل بدن میشه با هم میتونن تعادل و توازن بدن رو برقرار کنن. من اسلایدش رو برطرف کنم تا از کتاب گری براتون بذارم. خب این شکلی که بچه شما دارین میبینید در واقع حرکت سر رو نشون میده که سمت راست یا چپ باشه چجوری باعث میشه که این کوپولاها در واقع حرکتشون
پیام رو به مغز برسونه. این سلولای مویی که گفتیم حرکات چرخشی سر رو تشخیص میدن در واقع توی این سلولهای مجانی نیم دایره و خب با حرکت اندولنفی که در بالای این قسمت وجود داره تو مداری نیم دایره، این سلول ها هم میتونن حرکت بکنن و خب در اثر حرکت سر اون مایع اندولنف حرکت میکنه و بعد این سلولهای مویی هم میتونن حرکت بکنن. خب این سلول های مویی که بچه ها اینجا هستن توی ستیل آنفولی هستن، توی هر قسمتی که هستن این قطبیتی حالت قرارگیری دارن که میتونن با جهت حرکت سر یا با جهت چرخش سر آرایششون متفاوت باشه و چرخش سر باعث دپولاریزاسیون این سلول های مویی میشه توی یک سمت و هایپرپولاریزاسیونشون توی سمت دیگه میشه و گفتیم که اثری هم که به نامیده هسته وسیبولار توی CNS هستش که پیام رو دریافت میکنه از هر سمت به صورت همزمان و بعد با توجه به این تصمیم گیری میکنه که حالا تبادل به چه نحوی باشه. اما قسمت دیگه‌ای که براتون میخوایم توضیح بدیم در مورد مجرای حلزونی هست که باز من توی خود اسلاید اولم بیارم صورت کلی بگم و بعد برش ارزی حلزون رو براتون توضیح بدیم. ببینید بچه‌ها اومده توی این قسمت رو حلزون رو باز کرده و به شما داره نشون میده. حالا میخوایم بگیم که چطوریه. مجرای حلزونی در بخش از لابیرنت قشاییه که گفتیم شکل حلزونه دیگه و ببینید توی این یک حلزون استخوانی انگار که توش یک لوله پلاستیکی انگار اومده و بعد توی این قسمت بچه اومده بازش کرده، نگاه کنید صاف کرده این حلزون رو که الان ما اون لوله پلاستیکی رو داریم تو مرکزش میبینیم و دو تا فضای استخوانی رو در بالا و پایین این میبینیم. خب حالا میخوایم بگیم که چجوری هستش. حلزون خب برای حس شنوایی هستش و 3 تا فضا توش هست با توجه به اینکه ببینید این قسمت فضای استخوانی، فضای قشایی، فضای استخوانی و 2 تا فضای استخوانی در رأس حلزون به اسم هلیکوترما و شده این قسمت به هم راه دارن. از پنجره بیضی شروع میشه و به پنجره گرد ختم میشه. اینجا استخوان رکابی پیام ها رو میرسونه به این قسمت، اینجا مرتعش میشه و از پنجره گردی که توی این قسمت هست یا رام ویندو داره خارج میشه اون امواج. سلول های مویی داریم توی حلزون و حالا میخوایم قسمت های مختلفش رو براتون بگیم. همونجور که گفتیم مجرای حلزونی در داخل حلزون قرار داره. 2/3 دوره قسمت استخوانی میشه که اسم مودیولوس گفته میشه و 3 تا بخش داره. قسمت میانیش که حالت قشایی بچه‌ها به اسم بخش میانی یا اسکالا مدیا گفته میشه و توش مایع اندولنف رو داریم و قسمت بالایی که تحت عنوان اسکالا وستیبولی یا نردبان وستیبولی گفته میشه از پریلنف پر میشه و توسط یک قشایی به اسم قشای دهلیزی از این میانیه جدا شده که قشای دهلیزی به اسم قشای رایسنر هم گفته میشه. و در قسمت پایین هم این قسمت که قبلا براتون گفتیم به اسم نردبان شماخی یا اسکلاتیمپانی هستش، این نهایی پریلنفه چون گفتیم همه اونایی که در واقع فضاهایی که در داخل اون قسمت استخوانی قرار دارن پس تو پریلنف پیش نمیشن، پس بالا و پایین پریلنفه، وسط اندولنف هستش و این قسمت در واقع پایینی توسط قشای بازیلان قرمز رنگه از یا قشای قاعده‌ای از قسمت میانی جدا میشه و همونجور که گفتیم قسمت سوماخی و دهلیزی هم تو رأسش توسط هلیکوترما به هم وصل میشه. حالا میخوایم این قسمت ها رو، پس این باز شده حلزون، قسمت ها رو به صورت بافت شناسی و حسی بیشتری بکنیم و این هم بسته شده حلزون هست. توی این قسمت هم باید بچه میبینید قسمت میانی همواژه نشون میده میاد از این قسمت، حالا اینکه نمیده ولی صدا بچه بسته به اینکه کجای این چه فرکانسی داشته باشه میتونه در قسمت های مختلفی از این حلزون رو به ارتعاش در بیاره که حالا مکانیزم ایجاد صدا رو براتون توضیح میدم. این همون برش ارزی از همون قسمت های حلزونه که براتون گفتیم. این بچه چی؟ این قسمت کل حلزون هست
این قسمتیه که فضای استخوانی و اینم اون فضای لوله‌ای شکلی که از وسطش رد میشه، یعنی اسکالا مدیا، اسکالا وستیبولی و اسکالا تیمپانی. این قسمت پریلمف داره و آندولمف داره توی این قسمت. و حالا چی بچه‌ها، قشای وستیبولار گفتیم که میاد این اسکالا وستیبولی رو از مدیا جدا میکنه و قشای بازیلار میاد قسمت مدیا رو از قسمت سوموکی یا تیمپانی جدا میکنه. و سلول‌های مویی که در واقع تشخیص دهنده صدا هستن روی قسمت قشای قاعده‌ای یا بازیلار اسکالا مدیا قرار دارن که توش مایع آندولمف هست و سلول‌های مویی داخلی و خارجی و سلول‌های حمایت کننده رو ما اینجا داریم. و یک پرده روی سطح اینا قرار میگیره که به اسم پرده تکتوریال گفته میشه که حالا براتون کامل توضیحش میدیم. خب توی این قسمت بچه‌ها ما مایع آندولمف رو داریم. اینجا یه اسمی رو داریم میبینید به اسم اسپریا واسکولاریس که این قسمت رو بچه‌ها توی فقط نردبان میانی یا حفره میانی ما میتونیم ببینیم و آندولمف رو که پتاسیم زیادی داره تولید میکنه. و این سلول‌های اپیتلیال خاصیت ویژه‌ای دارن که توشون مویرک‌های زیادی وجود داره. می‌دونید که توی اپیتلیوم ما مویرک نداریم، که از استثناهای بدن هستش که سلول‌های اپیتلیال مطبقشون میان و دور رگ‌ها رو میگیرن مویرک‌ها رو و یک شبکه داخل اپیتلیال غیر معمول رو توی بدن به وجود میارن. خب پس مایع آندولمف توسط این استریا واسکولاریس یا نوار عروقی ترشح میشه. ببینیم چند دقیقه شد. توی این قسمت بچه سلول‌های مویی رو داریم میبینیم که به اسم ارگان کورتی یا مارپیچ کورتی گفته میشه که صداها رو وقتی که بهش میرسه میتونه تفسیر بکنه. حالا صداها از کجا میرسید بچه‌ها؟ اگه یادتون باشه میگفتیم از طریق پنجره بیضی امواج منتقل میشد میومد توی این قسمت. یعنی لحظه دوباره بیارم. ببینید از طریق پنجره بیضی میومد توی این وستیبول و بعد از طریق وستیبول میاد توی قسمت میانی، از میانی میاد توی قسمت سوموخی و بعد امواج خارج میشه. حالا همین رو ما برش ارضی شده و همین مکانیزم رو میخوایم تو برش ارضی بگیم. پس این امواج توی این قسمت وستیبولی میان توی اینجا، بعد از این قشای وستیبولی رد میشن میان توی قسمت میانی و با تحریکی که روی سلول‌های مویی انجام میدن پیام ایجاد میشه به مغز میره و اون در واقع صدا تفسیر میشه و بعد از طریق این قشای قاعده‌ای میاد توی قسمت سوموفی و از طریق سوموفی هم منتقل میشه. خب می‌بینید برش ارضی یعنی ادامه داره دیگه، میاد میره و از طریق پنجره گرد از روش خارج میشه. خب حالا میخوایم بگیم که این ارگان کورتی که سلول‌های مویی و این سلول‌های دیگه رو داره به چه نحو هستن. خب سلول‌های موییشون بچه‌ها همون استروسیلیوم ها رو دارن، منتها آرایششون یه حالت وی شکل میگن دارن توی این قسمت و کینوسلیوم رو ندارن. یعنی فرقش با اون ماکولا و ستیقانفولی اینه که کینوسلیوم ندارن. سلول‌های مویی داخلی و خارجی داریم. بذار من اسلایدش رو اینجا مشخصه. اینجا که بچه نمایی بافت شناسی خود استریا واسکولاریس هست، قشای دهلیزی، فضای میانی، فضای وستیبولی و اینجا فضای سوموفی. حالا اینو بزرگ شدهشون نشون داده که قشای قاعده‌ای این پرده تکتوریال هستش، سلول‌های مویی داخلیشون رو داریم تو این قسمت می‌بینیم و سلول‌های مویی خارجی که بالاتر قرار میگیرن. سلول‌های مویی خارجی میگن حدوداً حالا 12,000 تاست و تو 3 ردیف قرار میگیرن و تو رأس هر لزوم حالا تعداد ردیفاشون افزایش پیدا میکنه و حالت یو شکل دارن آرایششون. و سلول‌های مویی داخلی بچه‌ها این قسمت حالا یه ردیف هم، اینو میگن چند ردیف قرار میگیرن، اینا یه ردیف قرار میگیرن و حالا کاری که انجام میدن اینه که انتهای عصب بهشون وصل هستش و استروسیلیاهاش خیلی کوتاه‌تر هستن. توی این قسمت بچه‌ها اگه ما بخوایم سلول‌های دیگه‌اش رو توضیح بدیم، حالا سلول‌های حمایت کننده دیگه می‌بینیم که سلول‌های کلودیوس هستن، سلول‌های بوچر هستن، سلول‌های آنسن هستن. اینا رو کاری نداریم. سلول‌های انگشتی یا بند انگشتی داخلی و خارجی رو اینجا
و این قسمت بچه که میان و زایده های خودشون رو به سمت سلولای مویی گسترش میدن و اونا رو حفاظت میکنن و اتصال این اینا دیگه سلولای برم انگشتی قسمت بالاییشون نگاه کنید میان به هم وصل میشن توسط اتصالات محکم یا تایت جانکشن و در واقع یک صفحه رأسی رو در رأس ارگان معافیچی یا همین ارگان کورتی به وجود میاد. یه سری سلول دیگه داریم بچه‌ها به اسم اینجا رو می‌بینید یه فضای تونل مانندی اسم سلولای پیلار اینجا و اینجا سلولای پیلار بهشون میگن که سلولای ستونی و اینا ببخشید توشون انگار کراتین دارن و فضای تونلی رو ایجاد میکنن بین سلولای مویی داخلی و خارجی و توی انتقال صوت میگن نقش داره. خب چیزی که هست بچه اینه که سلولای مویی خارجی و حالا داخلی که انتهای رأسشون توسط قشای تکتوریال احاطه میشه. قشای تکتوریال بچه جنسش چیه؟ قشای ژل مانند هستش که سلول توش نداره و توش میگن بچه کلاژن نوع 2، 5، 6 و 9 وجود داره و پروتئوگلیکان هستش توی این قسمت و حالا رو سطح اینا رو میپوشونه. پس شد تونل ها سلولای پیلار، سلولای برم انگشتی که اتصالات تایت جانکشن دارن، مویی خارجی، مویی داخلی، سه سلولای دیگه که روی قشر بازلا قرار میگیرن و در واقع اینجا هست که صوت میتونه تفسیر بشه و انتقال داده بشه. نکته دیگه ای که بچه ها هست اینه که اینا انتقال دهنده مکانیکی الکتریکی هستن و حس شنوایی رو این دفعه منتقل میکنن و همونجور که گفتیم وقتی امواج میاد پرده سموم رو تکون میده، استخوان‌چای رو تکون میده، پنجره بیضی در واقع حرکت میکنه و بعد باعث میشه که موج انتقال پیدا بکنه و به سمت گوش داخلی بیاد. یه نکته این که بچه صدا با توجه به فرکانسش میتونه بخش‌های مختلفی از این حلزون رو تحت تاثیر قرار بده ارگان کورتی. مثلا صدا هرچی که بلندتر باشه بچه در فاصله کوتاه‌تری میاد از بیضی میره به میانی و بعد از وستیبولی میاد به قسمت میانی و بعد به صماخی. صدایی با حد متوسط در مناطق میانی شنیده میشن، یعنی اینجا تحریک میکنن سلولای مویی رو و صداهای خیلی کوتاه میان و در قسمت نزدیک رأس هستن که این پیام رو منتقل میکنن. سلولای مویی داخلی و خارجی باعث ایجاد صوت میشن، یعنی در نزدیکشون با دپولارایزاسیون باعث ایجاد صوت میشن و پروتئینی به اسم پروتئین پرستین میگن که توی این کار نقش داره که جزء پروتئین های ترانس ممبران هستش و باعث میشه که یک حرکات پیستون مانندی توی سلولای مویی خارجی ایجاد بشه که باعث فشرده شدن قشای تکتوریال بشه و در نتیجه دپولارایزاسیون سلول ها رو به دنبال داشته باشه و با دپولارایزاسیون سلولای مویی داخلی سیگنال ها به مغز میرن و تحت عنوان صدا پردازش میشن. بنابراین میتونیم بگیم که فقط فرقشون سلولای مویی داخلی و خارجی توی اینجا توی نوع سلولای پشتیبانشونه، توی پروتئینی که توی اینا وجود داره و توی اون قشای تکتوریالی که هست و اینکه کینوسلیوم هم ندارن و پیامی که ایجاد کنن دیگه پیام تعادلی نیست، پیام صوتی هستش. حالا یه سری مطالب بالینی هم توی کتاب هست که شما مطالعه بکنید. برای مطالعه بیشتر کتاب بافشناسی جان گویرا و کتاب بافشناسی راست رو به شما پیشنهاد میدم. باعث موفقیت برای شما عزیز.